سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون یه استراتژی خیلی عالی برای اسکلپ توی فیوچرز بهتون آموزش بدم که این استراتژی فوق العاده عالیه و به شدت وین ریت بالایی داره و بازدهی فوق العاده عالی داره. فقط قبل از اینکه بریم برای اینکه استراتژی رو به شما آموزش بدم، حتما پیشنهاد میکنم وارد صفحه چنلم بشید و چنل بنده رو سابسکرایب کنید و زنگوله چنلم رو روشن کنید تا هر وقت من ویدیو جدیدی گذاشتم شما مطلع بشید و خوشحال میشم که اگه این ویدیو رو لایک کنید و زیر این ویدیو برای ما 3 تا کامنت بذارید تا به ما انرژی بدید و ما بتونیم ویدیوهای خیلی بهتری رو برای شما بسازیم. خب دوستان، بریم برای آموزش. توی این آموزش ما به 3 تا اندیکاتور نیاز داریم. اندیکاتور اول اندیکاتور EMA هستش، مووینگ اوریج. خب دوستان، توی این آموزش ما به اولین اندیکاتوری که نیاز داریم مووینگ اوریج اکسپوننشیال هستش که EMA ما EMA رو به چارتمون اضافه می‌کنیم و انتخابش می‌کنیم و اینجا حالا رنگش رو روی رنگی می‌ذاریم که پیدا باشه به طور کامل توی چارتمون و اندازش هم یکم ضخامتش رو بیشتر می‌کنیم و حالا اینجا عددش رو میاریم روی عدد 200 و EMA 200 رو ما بهش نیاز داریم توی چارتمون. و خب دوستان، حالا اندیکاتور بعدی که به ما بهش نیاز داریم اندیکاتور پارابولیک سار هستش که می‌نویسیم سار و اینجا اولین اندیکاتور خودش هست و اینجا این اندیکاتور رو برای ما میاره و اینجا این اندیکاتور رو ما انتخاب میکنیم و بعد از انتخاب اندیکاتور سار حالا ما به یک اندیکاتور دیگه هم نیاز داریم که اون هم اندیکاتور RSI هستش. و خب دوستان، حالا اینجا اندیکاتور RSI هم به چارتمون اضافه میکنیم و وارد بخش تنظیمات اندیکاتور RSI میشیم و اینجا توی بخش تنظیماتش وارد بخش استایل میشیم و اینجا تیک این گزینه رو و این گزینه و این گزینه و این گزینه ها رو خاموش میکنیم، همین گزینه‌ای که داره توی تصویر میبینید و فقط خود RSI بمونه و این RSI میدل بندش که حالا بر عدد 50 است و اینجا اینو انتخاب کنید و یک رنگی روش میندازیم که حالا بیشتر پیدا باشه و یکم ضخامتش رو هم بیشتر کنیم، حالتش هم از خطچین برداریم و یک حالت لاین بذاریمش که خط صاف باشه. و خب دوستان، حالا سیستم استراتژی ما آماده است. خب حالا دوستان، ما به چه نحوی باید ترید کنیم؟ ما وقتایی که توی مووینگ اوریج ما اینجا پایین مووینگ اوریج هستیم، ما اجازه داریم فقط سیگنال های شورت بگیریم، یعنی فقط وارد پوزیشن های شورت میشیم. وقتایی که بالای مووینگ اوریج هستیم اینجا فقط اجازه داریم که وارد پوزیشن های لانگ بشیم. حالا دوستان تا یکم بریم در بازار عقب‌تر تا من حالا بیام بهتون آموزش بدم. مثلا اینجا که این مووینگ اوریج رو شکونده رو به پایین، ما اینجا باید منتظر بمونیم جایی که پارابولیک سار اومد خطوط رو به بالا داد، اینجا داره به ما سیگنال شورت میده. بین 2 تا خط اولی که داد ما بین از 2 تا حالا اینجا این خطا رو میبینید، این 2 تا نقطه اول ما هر سری از 2 تا نقطه اول فقط اجازه داریم سیگنال بگیریم. خب حالا ما به چه صورت سیگنال میگیریم؟ اول از همه که ما تو این 2 تا نقطه اول به یک کندل بتا نیاز داریم که حالا وقتی بالای مووینگ اوریج باشیم به بتای سودی و وقتی پایین مووینگ اوریج هم باشیم به بتای نزولی نیاز داریم. حالا کندل بتا به چه صورته تا من یک لحظه اینها رو از روی چارت هم بردارم و بیام دوستان ببینید. کندل بتا کندل هایی هستن به این صورت که مثلا این کندل بتای سودی میتونه باشه که شاخه پایینی ندارن و حالا شاخهشون رو به بالا، یک شاخه حالا کوچیک معمولا نسبت به بدنش از نصف بدنه کمتره و حالا بتای نزولی هم به همین صورت یه همچین کندلیه بتای نزولی و به این صورت فقط رنگش قرمزه بتای نزولی. تا رنگ اینم قرمز کنیم، بله یه همچین کندلیه بتای نزولی با رنگ قرمز. پس این شد، این قرمز رنگی شد به کندل بتای نزولی و این سبز رنگی شد کندل بتای سعودی. خب تا اینا رو پاک کنیم و بریم برای ادامه حالا آموزشمون روی چارت. خب دوستان، میبینید همینطور وقتایی که پارابولیک سار اومد خطش پایین این کندلای ما قرار گرفت، ما اینجا سیگنال لانگ اجازه داریم بگیریم و وقتایی که اومد بالا داره به ما سیگنال شورت میده. و دوستان بخشید این نکته من فراموش کردم اول ویدیو بهتون بگم، این که حالت کندلاتون هم حتما بیارید روی حالت هیکناشی و کندل شما وقتی وارد چارت میشید در ابتدا کندلاتون روی حالت کندل های به صورت عادی هستن به این صورت که برای اینکه حالا یک سری حالا یک چارت منظم تری داشته باشید اینجا بیاید و حالتش رو بذارید روی حالت هیکناشی، یک نظم بهتری میگیره چارتتون. خب دوستان، داشتیم حالا اینجا بودیم تو این قسمت. پس شد وقتی که
این حالا پارابولیکسار اومد بالای این خطوط داره به ما بالای کندل ها داره به ما سیگنال شورت میده، وقتی پایینشون هست داره به ما سیگنال لانگ میده. و وقتی که ما پایین مووینگ اوریج 200 هستیم فقط اجازه داریم پوزیشن های شورت رو بگیریم، و وقتی بالای مووینگ اوریج 200 هستیم فقط اجازه داریم پوزیشن های لانگ رو بگیریم. خب حالا اینجا واسه پارابولیکسار هم همونطور که بهتون گفتم، وقتی حالا این حالا جهت اینجاش می‌بینید داشت به ما اینجا سیگنال صعودی میداد و اینجا شروع کرد به دادن سیگنال نزولی، و ما فقط توی همین دو تا نقطه اولش اجازه ورود داریم، و حالا اگر توی دو تا نقطه اول ما سیگنال برای ورود نگرفتیم دیگه توی بعدیاش نمیگیریم تا زمانی که حالا بیاد تغییر جهت بده. حالا همینطور که می‌بینید توی حالا نقطه اول به ما کندل بتا نداده و حالا ما اینجا اجازه ورود نداریم، ولی توی کندل دوم اومده به ما یه بتای نزولی داره که این یک سیگنال قوی است برای ما، و پایین مووینگ اوریج 200 هم است. حداقل باید 2/3 کندل پایین این مووینگ اوریج باشه، 2/3 بدنه کندل، و کندل ما هم پایین است، و RSI ما هم بعد اینجا این خط مید، خط وسطش که ما روی نقطه 50 یک خط انداختیم، این رو به پایین شکونده باشه واسه حالا شورت. واسه لانگ بعد رو به بالا شکونده باشه، واسه شورت هم رو به پایین، که همینطور که می‌بینید اینجا روی این کندل شکونده و ما میتونیم روی کلوز همین کندل وارد بشیم، و همینطور که می‌بینید اینجا ما روی کلوز این کندل وارد میشیم، و استاپ لاسمون هم میتونه حالا بین بالاترین نقطه بین سه تا کندل قبلش باشه که حالا استاپ ما میشه تقریبا اینجا. خود حالا مووینگ اوریج 200 هم یک حمایت قوی محسوب میشه، و ریسک بریواردی هم که ما باید بگیریم حداقل ریسک بریوارد 2 هستش، که همینطور که می‌بینید اینجا هم ریسک بریوارد 2 رو برای ما به راحتی داده. خب حالا اینجا مثلا به ما سیگنال شورت رو که داد، حالا دیگه اینجا سیگنال نداده تا اینجا دوباره میاد توی این قسمت به ما دوباره سیگنال میده. اینجا روی همین اولین کندل که اینجا اومده پارابولیکسار از بالا به ما سیگنال داده، و اینجا کندل ما هم بتا. حالا این ممکنه این چون بدنش اندازه حالا این سایش اندازه بدنه کندله یکم ریسکش ممکنه بالا باشه، میتونید اینجا وارد نشید. حالا روی کندل دوم هم که وارد بشین مشکلی نداره، و روی کندل دوم هم RSI اینجا اینو رو به پایین چکونده داره به ما تاییدیه میده، و هم پارابولیکسار، و همین که ما زیر مووینگ اوریج هستیم و تمام حالا سیستم معاملاتی ما داره به ما سیگنال میده، و ما اینجا میتونیم با خیال راحت وارد پوزیشن شورت بشیم، و اینجا مثلا ما پوزیشن شورت باز میکنیم و استاپ لاسمون هم میذاریم حالا بین حالا بالاترین نقطه بین سه تا کندل قبل، و اینجا حد سودمون هم تارگتی که ما میخوایم حداقل حد سود 2 هست که همینطور که میبینید ریسک ریوارد 2 و حد سود 2 رو به راحتی برای ما داده. و خب حالا جلوتر هم که بریم دوباره کجا ما تونستیم سیگنال بگیریم، مثلا اینجا روی این کندل هم چون سایش نسبت به بدنش بزرگی هم میشه حالا ریسکش رو نپذیرفت و اینجا وارد نشد، و حالا کندل بعدش هم که دیگه کلا بتا نیست نباید وارد بشیم، و اینجا دیگه ما وارد پوزیشن نمیشیم تا که حالا بریم جلوتر. و دوباره اینجا اومد دوباره حالا از حالت نزولی تغییر کرد به حالت صعودی، و ما اینجا دوباره صبر میکنیم که بیاد یه جای دیگه به ما اینجا سیگنال حالا بده. بله مثلا اینجا داره به ما سیگنال میده این، ولی ما توی RSI رو به پایین این شکسته نشده و RSI به ما تاییدیه نمیده و ما اینجا وارد نمیشیم. و خب حالا جلوتر برای مثال روی این کندل هم دوباره RSI برای ما تاییدش نکرده و به پایین نشونده این. حالا این برای شورت بود. حالا بگردیم حالا برای لانگ، مثلا توی حالت سودی بازار این حالت شورتش بود، مثلا بریم حالا توی گذشته بازار جایی که حالا بازار سودی باشه. بله اینجا توی این بخش مثلا اینجا الان ما بالای مووینگ اوریج 200 هستیم و کندلای ما بالای مووینگ اوریج 200 هستن، پس اینجا ما باید منتظرین باشیم که پارابولیکسار بیاد از پایین، یعنی نقاطش بیاد پایین کندل که به ما سیگنال سودی بده. و همینطور که می‌بینید اینجا اومده به ما سیگنال سودی داده، کندل ما کندل بتا هستش و اینجا RSI هم اومده برای ما تاییدش کرده و اینجا RSI به ما تاییدیه داده و ما به راحتی میتونیم همینجا وارد یک پوزیشن لانگ بشیم و روی کلوز این کندل وارد پوزیشن لانگ میشیم. حالا استاپمون هم حالا بین سه تا بالا پایین ترین نقطه بین سه تا کندل قبل باشه اوکیه. حالا استاپ لاس رو میتونید حالا هر جور که دوست داشتید خودتون میتونید بذاریدش و اینجا ریسک ریوارد 2 رو به راحتی به ما داده و حتی تا ریسک ریوارد 5 هم رفته، ولی خب ما همین ریسک ریوارد 2 رو که بگیریم خیلی عالی هستش. و خب حالا اینجا مثلا جلوتر دوباره اینجا اومده روی این چیز اولی، روی این کندل اول به ما سیگنال نداده چون کندل بتا نیست، ولی روی کندل دوم اومده به ما سیگنال داده
و RSI هم اینجا بالای این خطش هست. ما میتونیم روی کلوز این کندل وارد بشیم و همینطور که میبینید ما اینجا روی کلوز این کندل وارد میشیم و استاپمون هم بین پایین ترین نقطه بین سه تا کندل قبلش باید بذاریم که میشه پایین ترین نقطه بین سه تا کندل قبل میشه اینجاها تقریبا. و ریسک ریواردی هم که ما باید ازش بگیریم حداقل ریسک ریوارد 2 هست که همینطور که میبینید ریسک ریوارد 2 رو به ما به راحتی داده. و خب دوستان همین استراتژیش به همین صورت و چیز خاصی نداره با استفاده از حالا مووینگ اوریج و RSI و حالا اندیکاتور پارابولیک سار هستش. به همین راحتی شما به همین راحتی میتونید از این استراتژی استفاده کنید. ولی خب یکی از دوستان توی کامنت ها به من توی یکی از ویدیوهای قبل گفته بود که به دوستان حالا بگو پرایس اکشن استفاده کنن. من خودم دوستان خود بندم همین الان بهتون میگم اولویت به نظر من با پرایس اکشن. شما اگر بتونید پرایس اکشن آموزش ببینید خیلی خیلی بهتره و هزار بار به نظر من صدها برابر بهتر از استفاده از حالا استراتژی های اندیکاتوری. و حتی اگر مثلا پرایس اکشن رو مسلط باشید کامل و با این استراتژی ها ترکیبش کنید میتونید یه نتیجه خیلی عالی بگیرید. ولی خب من چون خیلی از دوستان حالا زمانش رو ندارن یا دوست مثلا علاقه ندارن یا به استراتژی های مربوط به اندیکاتوری بیشتر علاقه دارن دیگه، به خاطر همین میام اینا رو میذارم. و گردن خودم هم بهتون پیشنهاد میکنم حتما برید و پرایس اکشن آموزش ببینید. و یک نکته هم که بهتون بخوام بگم اینه که دوستان متاسفانه توی اینستاگرام خیلی اساتید حالا هستن که اضافه شدن و اساتید به شدت ضعیفی هستن و میان حالا تجربه خیلی کمی دارن ولی میان دوره‌های مربوط به پرایس اکشن رو میذارن و خیلی هاشون حتی میلیونی فالوور دارن و اصلا به درد نمیخوره حالا صفحاتشون و کلا دوره‌هاشون. من خیلی هاشو دیدم که کاملا چرته و هیچ چیزی شما توش نمیتونید یاد بگیرید و بهتون پیشنهاد میکنم برای حالا یادگیری حتما دنبال یه استاد خوب بگردید و سعی کنید تمام تلاشتون رو بکنید که یک شخص حالا من نمیتونم اسم ببرم تا تبلیغ نشه، به خاطر همین بهتون پیشنهاد میکنم یا اینکه حالا خودتون دنبال یه استاد خیلی عالی بگردید و حتما رو با چند تا از دانشجوهاش صحبت کنید، یا اینکه چون به کامنت های مثلا اون پیج هم بسنده نکنید، چون من خیلی از پیج ها میشناسم طرف 100% دزده، به طور کامل دزده، ولی خب میان حالا براش هزینه میکنه، میان کامنت های مثبت میذارن توی حالا بخش کامنتاش. بهتون پیشنهاد میکنم حالا میتونید از توی خود یوتیوب هم حتی آموزش ببینید و توی یوتیوب سرچ کنید آموزش پرایس اکشن، آموزشاش براتون میاد و به راحتی میتونید از طریق خود یوتیوب هم پرایس اکشن ببینید و یاد بگیرید. دوستان یک نکته تا فراموش نکردم بهتون بگم، توی ویدیوهای قبل توی بخش کامنت ها یکی از دوستان اومده بود توی کامنت ها نوشته بود که من این استراتژی جواب نمیدم، من واسه این پوزیشن استاپ لاس نداشتم، کلا لیکوید شدم و اینا. دوستان ببینید اصلا این بزرگترین اشتباه، اصلا شما بهترین استراتژی دنیا هم بخوای چیز کنی، خود اصلا رئیس جمهور بیاد به شما یک حالا سهام یا ارزی رو بگه من میخوام بیام روی این فاندا بفرستم و پامپش کنم، اصلا اشتباه شما برای داخل حالا تریدری اصلا استاپ نذارید، کاملا اشتباه. شما مطمئن باشید اگر بهترین استراتژی دنیا هم داشته باشید ولی استاپ لاس نذارید، مطمئن باشید از بازار حذف میشید. ممکنه حالا یه جا سود کنید، دو جا سود کنید، ولی اصلا 10 جا سود کنید، ولی یه جا جوری به شما ضرر میزنه تا که دیگه کلا نمیتونید دیگه اصلا میلی به این بازار دیگه پیدا نمیکنید و میلتون رو از دست میدید. دوستان ببینید مهمترین چیز، یکی از مهمترین چیزها استاپ لاس. دوستان اصلا قبل از این که به نظر من یک پوزیشن رو بخواید شما ورود کنید و قبل از اینکه حالا نقطه ورود و تارگتاتون رو مشخص کنید، اولین چیز و مهمترین چیز استاپ لاسه و حتما اولین چیزی که در نظر بگیرید استاپ لاستون باشه تا اینکه حالا تارگتاتون یا حالا چون البته تارگت هم با توجه به استاپ لاس میشه مشخص کرد و من خودم تارگتامو به شخصه با توجه به استاپ لاس مشخص میکنم، ولی بهتون پیشنهاد میکنم حتما چیز کنید و حتما استاپ لاس بذارید و تحت هیچ شرایطی هیچ پوزیشنی بدون استاپ باز نکنید، حتی اگر استراتژیتون بهترین استراتژی دنیا باشه، چون اصلا اینجوری شما نمیتونید کار کنید اگر استاپ لاس نذارید. مطمئن باشید من بهتون قول میدم که به زودی از این بازار حذف میشید و این بازار شما رو بیرون میکنه. خب دوستان بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، یه بار دیگه هم خوشحال میشم که اگه این ویدیو رو لایک کنید و پیج ما رو و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کانال رو روشن کنید. هر وقت ما ویدیو جدیدی گذاشتیم شما مطلع بشید. ممنونم از نگاهتون، خوشحال میشم که اگه زیر این ویدیو هم برای ما 3 تا کامنت بذارید تا ما انرژی بدید و ما بتونیم ویدیوهای خیلی بهتری رو برای شما بسازیم. ممنونم از نگاهتون، تا ویدیو بعدی، بدرود.